سلام، خوش آمدی به دنیای عجایب. تا شده یک لحظه رو حس کنی قبلا زندگی کردی؟ امروز قراره درباره همین راز عجیب حرف بزنیم. تا شده یک دفعه حس کنی این لحظه رو قبلا تجربه کردی؟ امین الان، امین حرف، امین صحنه، به این میگن دژاو. اما چرا اتفاق میفته؟ دانشمندان میگن این یک باگ تو مغزه. وقتی اطلاعات به جای اینکه اول وارد حافظه کوتاه مدت بشه، مستقیم میره تو حافظه بلند مدت. مغزت فکر میکنه این قبلا ثبت شده، در حالی که برای اولین بار داری تجربهش میکنی. اما یک نظریه ترسناکتر هم است. بعضیا معتقدند دژاو یعنی تو یک لحظه از زمان رو داری دوباره زندگی میکنی. حالا سوال اینجاست، اگه این لحظه قبلا اتفاق افتاده، پایانش رو هم قبلا دیدی،